توی اولین قسمت می‌بینیم که کار با لایه‌ها رو یاد بگیریم و چگونه باید با لایه‌ها کار کنیم. توی این قسمت می‌خوایم که لایه‌هایی که در واقع در طول دوره ما کلاً از چند تا خاصیت افتر افکت استفاده خواهیم کرد و من توی این قسمت می‌خوایم که اون لایه‌هایی که ما نیاز داریم، اون لایه‌هایی که باهاشون کار خواهیم کرد رو بهتون بگم. خب ابتدا باید داخل افتر افکت از این قسمت روی نیو کامپوزیشن یا از قسمت کامپوزیشن نیو رو بزنید و یک کامپوزیشن استفاده کنید. اینجا میتونید یه نام برای کامپ خودتون استفاده کنید. این قسمت میتونید که کیفیتش رو تنظیم کنید و بهتر همون 1280 در 720 باشه که کافیه. این قسمت هم فریم ریت رو روی 29.7 بذارید و اینجا هم طول کامپوزیشنتون رو میتونید 50 بذارید. این هم میتونه رنگ بک‌گراندش رو، ولی این رنگ هیچ تاثیر روی لایه‌مون نداره. من اوکی رو میزنم که یه کامپوزیشن برای ما ایجاد بشه. الان ما یه دونه کامپ داریم. اگه من روی این آیکون کلیک کنم میبینید که خالیه. بنابراین اون رنگ مشکی در واقع چیزی نیست. فقط یه اصطلاحاً رنگیه که کادر مورد نظر، کادری که محتوا ما داخلش نشون داده میشه رو بهمون نشون بده. بنابراین اینجا هیچ چیزی ما هنوز نداریم. اما بریم سراغ لایه ها. از قسمت لایر میبینید که ما میتونیم از قسمت نیو انواع لایه ها رو ایجاد کنیم. اولین لایه‌ای که ما استفاده خواهیم کرد لایه سالید هست. سالید لایه‌ای که ما به عنوان بک‌گراند کارمون استفاده می‌کنیم و از اینجا مثلا من رنگ قرمز بهش میدم. اگه روی این قسمت هم کلیک کنید اندازش با اندازه این کامپی که ما ایجاد کردیم هم اندازه میشه. خب اوکی میزنیم و به همین راحتی دیدید که ما تونستیم که یه بک‌گراند بسیار زیبا با استفاده از لایه سالید برای خودمون ایجاد کنیم. برای تغییر رنگ و حالا تغییر دادن اشکالش هم میتونید از منوی افکت و از منوی افکت هم پریست استفاده کنید که در طول دوره با اونا کار خواهیم کرد. نوع دیگه لایه که ما استفاده خواهیم کرد استفاده از تکس ها است. ما برای نوشتن مشخصات و نشون دادن جزئیات کار از تکس ها استفاده میکنیم. برای دو لایه‌ای که استفاده خواهیم کرد تکس ها هستن. اما نوع دیگه که ما استفاده خواهیم کرد استفاده از اشکال هست که از این قسمت میتونید اشکال مختلف رو ببینید. ما از این اشکال در طول کارمون استفاده خواهیم کرد و کافیه که اون اشکال رو این شکلی رسمش کنید. اما هر لایه‌ای که ما ایجاد کنیم یه سری تنظیمات داره. روی این فلشه که اینجا میبینید اگه کلیک کنید ببینید یه قسمتی باز میشه. اگه از این قسمت افکت هم پریست هم افکتی بهش اضافه کنید باز در این قسمت اون تنظیماتش اضافه میشه. روی ترانسفورم کلیک میکنم میبینید که ما چند تا تنظیمات داریم. انکر پوینت رو داریم که در طول دوره بهتون آموزش میدم این انکر پوینت چقدر به کارمون میاد. پوزیشن که برای انتقالش هست، ما برای انتقال اشکالمون، برای انتقال المان هامون و در کل ایجاد موشن از پوزیشن استفاده میکنیم. اسکیل که سایزش هست میتونیم حالا سایزش رو کوچک یا بزرگ کنیم و پوزیشن هم که دارید میبینید و روتیشن هم که مربوط به چرخشش هست که در این قسمت 360 درجه میچرخه و اینجا میتونید تعیین کنید که چند تا دور، اگه هر چقدر اینا زیاد باشه، هر چقدر این تعداد رو زیاد کنید به همان اندازه میچرخه. به همون اندازه 360 درجه الان مثلا 7 تا 343 درجه میچرخه. و این قسمت اپاسیتی کاره که میزان محشودگی کار رو میتونیم تنظیم کنیم. اینا تنظیمات اولیه همه لایه ها است که ما برای همه لایه ها این تنظیمات رو داریم. بعضی از لایه ها مثل تکست تنظیماتی دیگه مثل سور تکست دارن که توی بحث ایجاد نمودارهای گرافیکی خیلی به کارمون میاد و اونجا این قسمت رو آموزش خواهیم داد و همچنین توی بخش شیپ هم که ماسک ها رو آموزش خواهیم داد. برای این قسمت اول کار بود که در مورد لایه هامون گفتیم و چه لایه هایی در طول کار به کارمون میاد.